این کشتی رو که میبینید اینجا، اینا کشتی های کیلکا هم بیشتر برای صید کیلکا بودن. حالا این وسط درست کردن ولش کردن همینجا گذاشتن. اینجا کارگاه کشتی سازی بود. کیلکا یه بیماری گرفتن، یه باکتری اومد سراغ کیلکاها، آبشششون رو درگیر کرد. کیلکاها جمعیتشون خیلی کم شد. ماهی خاویاری هم چون زیستگاهش به هم ریخته بود، مکان تخم ریزیش به هم ریخته بود، ماهی خاویاری هم خیلی کم شد. ماهی خاویاری رو از دست دادیم و این باعث شد خیلی از شغلها نابود شد. تو انزلی خیلی ها میرفتن سر این کشتی های کیلکا کار میکردن، تو کارخونه های فراوری کیلکا و پودر ماهی و اینا کار میکردن که اونا همه با کم شدن جمعیت کیلکا از بین رفت. حیف شد. چی خیلی بکنیم؟ یالا بریم دیگه. اینجا میدان اصلی کوله‌گیریه. روی آشغالا هرچی مونده رو جمع میکنن میخوان. من دوربین برگردونده بودم، داشتم از خودم فیلم میگرفتم، یهو دیدم یه دماغ این گندگی جلوی تصویره. پیش راست از عکسای میگیرم. هوا خوبه. پرنده ها تقریبا میان تو دهن آدم. مینا گوشیت زیاد جلو نبره، میزنن ها. اونا فکر میکنن نونه دیگه، میزنن میندازن پایین. یک بار این کار رو انجام میشه. نون پرت کنی تو هوا میگیرن. از قبل باید برشون خوراکی می آورده دیگه. یه بار یه احمقی با قلاب داشت اینا رو میگرفت. نه دیگه، همین قلاب رو مینداخت، اینا نون رو بر میداشتن گیر میکردن به قلاب. نمیدونم، احتمالا میخواست بخوره اینا رو. آدم اینا رو نمیخوره. باز من زدم روی فیلم گرفتن. فیلم میگیرم. زیور میره تو موزه، اینجوری موزه داره، شیدم و دستگاهی داره. امروز ما میخواییم بریم شنبه بازار، سمت شنبه بازار. اسمش شنبه بازاره، مثل همه بازارهای محلی دیگه گیلان. روز شنبه بازار میشه، محلی ها میان چیزای تولیدی خودشونو میارن، کاسبا میان، شلوغ‌تر میشه. اما 7 روز هفته دایره، یعنی اونطوری نیست، کلی مغازه و اینا داره. و این مغازه هایی که تو شنبه بازار هستن خیلی هاشون ماهی فروشیه، خیلی هاشون هم لوازم شکار صیادیه. امروز من میخوام برم یه بادگیر بگیرم، یه بادگیر ضد آب بگیرم برای وقتی که برف و بارون میشه. حالا ماهیگیری اگه برم، شکار اگه برم، یا حتی کارهایی که توی باغ دارم، نیاز به این هست که یه لباس ضد آب خوب داشته باشم که چند ساعت زیر بارون بمونم خیس نشم. بریم پایین.
از این پله که اینجا هست باید از این پله بیایم پایین، بغلش پله داره. زیر پل ماهی فروشی ها هستن و بعدش دیگه فروشگاه لوازم شکار و صیادی و اینا شروع میشه. تا شب دیگه ماهی زیاد نمیمونه، روز تموم میشه. رشت میدانش ماهی بیشتر تنوع داره و قیمت های میدان رشت هم بهتر از اینجا. حالا همینجا رو میپرسیم دیگه. اینجا دارن لوازم صیادی و ماهیگیری و اینا جنسشون خیلی جالب نیست. اون تو جنس سبز داره، اینم قشنگه ولی انگار پلاستیکیه، جنسش پارچه‌ای باید باشه. اینجا هم دارن. سلام علیکم. بادگیری که جنسش به پارچه‌ای بزنه نرید، جنسای کره عشان نرید. رنگ سبز خواهیم برای شکار خواهیم. رنگ سبز ببه یا پلنگی ببه. پلنگی نگرد ولی هر رنگه. اینم کره‌ای. اینم به سیاه زنده تقریبا. چند دادشن؟ 3,500. نه رنگ سبز برای شکار رو خواهیم. دست شما در نکن. این چاقو آخر چی شد؟ خریدی تازه ولی اصلا پیداش نکردم. تو خونه اون یکی تو کیف من هنوز نداده تعمیر. یه دونه دیگه داری؟ اون تو کیف من هنوز تعمیر نداده. چی باحاله. اینا برای گربه ماهیای گنده. از یکی پرسیدم بهمون آدرس دادن، گفتن اینجا بازارچه گیلار لباس و اینا دارن، اینجا بادگیرم میگه دارن. حالا همینجا باید یکم بگردیم و بپرسیم ببینیم چیه. بریم از یه سمتش. تنوع لباسشون خیلی زیاده. قیمتشون هم انگار خوبه. این 570 تومن خوبه دیگه. آره کلوفترم هست. یا ببین این هودی ها رو، قیمت این هودی هم خوبه. آره پانتاها رو اون هودی 700 بود. آره آره دقیقا مال تای همچین جنسی خیلی خوبه. اینا هم جنسش خوبه. رشتم تو اون لباس رو خریدی گرم خریدی اگه پیسه آره کنی جنسشون بافتش تقریبا چه نازک بود ولی زخیمه. نازک بود ولی زخیم. آره مثلا تو میگشتی دنبال یه چیزی که در این بافت ریز زخیم باشه بود. گرم میکنه. رنگ داخل پلچی زیرش هم نمیخوری خوشی چسب میشه شلوارم پاک نمیکنه. این از این برای زیر شلوار میخوام بپوشم. اینا خوبه. این کت کلوفتره این میچسبه شلوارم پاک نمیکنه گرم میکنه. این میچسبه یا نه این کت کلوفتر گرم میکنه. خب سایزش که همه یک سایزه نه؟ نه دو سایزه. این میکنه برات یه سایز کوچیک‌ترش هم هست. خیلی خوب.
اینجا کلا موفق نشدیم بگیریم به دو علت. یکی اینکه اینا هم قیمتشون با رشت فرق آنچنانی نداره، حتی من تو رشت ارزون‌ترم میتونم گیر بیارم، یا حتی اگه بخوام سفارش بدم بدوزم. اینجا بادگیر رو اینا میگن 2800 2700، بدوزی سفارشی 2600. ولی من الان زنگ زدم بازار جمعه، اونجا بود 1600 تا 2400. بس رشتم همینطوریه، میرم رشت از فروشگاه شکار و ماهیگیری و اینا اونجا میگیرم. کلا شنبه بازارشون هم که سوتوپوره. ما میخواستیم حالا شنبه بیاییم برای بازار بیاییم. به نظر من وقت هدر دادنه. من حتی برای اینکه بادگیر رنگ دلخواه خودم بتونم سفارش بدم، اینجا سفارش ندادم که مثلا برم دوباره این راهو بیام. حاضر نیستم دوباره این مسیر رو بیام، مگه اینکه برم مثلا دریایی بریم، بولواری بریم، جایی برای تفریح و سیاحت و اینا بخوایم بریم. برای خرید کردن نه، از نظر من جالب نبود کلا. آره برای خرید همون کاسپین خیلی بهتره. برای خرید اگه میخواید انزلی بیاید، حالا اگه مسافرید یا به هر دلیلی بیاید انزلی میخواید خرید بکنید، کاسپین خیلی خوبه. که ما کاسپین هم رفتیم قبلا، اونجا همه جور جنسای خوب دارن، کفش و کتونی و لباسای خارجی دارن. حالا مثلا خارجی یا آمریکایی و اروپایی برند آنچنانی نیست، یه سری برندای روسیه از این ور با کشتی میارن، جنسای خوبیه، هم جنسای خیلی خوبیه. حتی بعضیشون از اون جنسای اروپایی یا کره‌ای هم بهترن. لوازم خونه و همه چی دارن. کاسپین خیلی خوبه.